توی فیلم قبلی با محیط کلی اینسپکتر آشنا شدیم. حالا میخوایم توی این فیلم در مورد پنل HTML که سمت چپ تب المنت قرار گرفته بود بیشتر بدونیم. شما برای اینسپکت کردن یک المنت همونطور که گفتم به دو شکل میتونید عمل بکنید. میتونید روی اون عنصر کلیک راست بکنید و اینسپکت المنت رو بزنید که اون تگ مورد نظر شما اینسپکت میشه و اینجا هایلایت میشه. و یا اینکه اگه پنلتون بازه میتونید روی این علامت مگنیفایر، این علامت ذره بین کلیک بکنید و ماوس رو ببرید رو اون المنت مورد نظرتون و کلیک بکنید و باز دوباره میتونید کدش رو تو این قسمت ببینید. چیزهایی که با رنگ سبز اینجا نمایش داده میشه کامنت های HTML هن که داخل کد HTML قرار گرفتن. شما میتونید اینجا کامل ببینیدشون و بقیه تگ ها هم که به شکل سلسله مراتبی اینجا میبینید. اون تگ هایی که بغلشون علامت مثلث هستش و به سمت راست اشاره کرده یعنی اینکه این تگ خودش حاوی یه سری تگ دیگه هست و اگر روش کلیک بکنید میتونید زیر شاخه هاشو ببینید که ببینید داخل مثلا تگ هد توی صفحه چه عناصر دیگه ای قرار گرفته. به این شکل میتونید استراکچر صفحه رو کامل ببینید. بعد از اینکه یه عنصری رو اینسپکت میکنید و روی این پنجره شما هایلایت شدهش رو میبینید، اگر داخل این پنجره من ماوسم رو حرکت بدم، ماوس روی هر کدوم از تگ ها که قرار بگیره شما این تگ مورد نظر اینجا به شکل هایلایت شده میبینید. الان مثلا این دیویژنی که کلاس اینر بوردر داره اگر من روش برم که الان روش قرار گرفتم اینجا شما هایلایت شدهش رو میبینید. به این شکل میتونید راحت پیدا بکنید اون عنصر مورد نظرتون رو یا حداقل ببینید که کجا قرار گرفتید داخل صفحه. امکان داره شما داخل این پنجره یه جایی قرار بگیرید مثلا اینجا و یه عنصری حالا دارید اینسپکت میکنید ولی اصلا شما توی صفحه نمیبینید این عنصر کجا قرار گرفته. فقط اینجا یه باکسی باز میشه و طول و عرض اون عنصری که شما اینسپکتش کردید رو نشون میده ولی تو صفحه شما نمیبینیدش. فقط با یه فلش رو به پایین نشون میده که این عنصر زیر صفحه قرار گرفته. حالا بدون که اسکرول بکنید اگر بخواید برید به اون قسمت فقط کافیه روی اینجا کلیک راست بکنید و بعد گزینه اسکرول اینتو ویو رو بزنید. درجا میپرید به اون سکشنی که داخل این پنجره اینسپکتش کرده بودید. حالا به عنوان مثال اگه من باز برگردم به بالا اینجا یه عنصر دیگر رو اینسپکت بکنم، باز شما اینجا اون پاپ آپ رو میبینید که باز میشه و به بالا اشاره میکنه و اگر من روش کلیک راست کنم بگم اسکرول into view میپریم بالا و اون سکشن رو میبینیم. به این شکل شما میتونید داخل این درخت تگ های HTML بالا و پایین برید و تگ هاتون رو ببینید. یه سری از قابلیتایی که ما احتیاج بهشون داریم داخل کلیک راست قرار گرفتن. به عنوان مثال شما میخواید یه تگ HTML که حالا داخل صفحه دارید یه کلاسی داره، میخواید یه کلاس بهش اضافه بکنید. برای اینکه بخواید یه کلاس بهش اضافه کنید تنها کاری که باید بکنید اینه که روی خود اسم کلاس یا روی مقدارش دوبار کلیک بکنید. همونطور که میبینید اکتیو میشه. شما میتونید اینجا کلیک راست یه اسپیس بزنید و یه کلاس جدید مثلا بهش اضافه بکنید، مثلا کلاس رد، و یه جای دیگر کلیک بکنید. همونطور که میبینید الان این کلاس به این تگ اضافه شده. فقط دقت داشته باشید این کار که شما بکنید این کلاس رد به داخل کد HTML شما اضافه نشده و همینجا فقط داخل مرورگر برای تست میبینید. اگر واقعا این کلاس رو میخواید اضافه بکنید بعد خود فایل HTML صفحه رو باز بکنید، این تگ رو پیدا بکنید، کلاس رد رو بهش اضافه کنید. اگر الان من صفحه ریفرش بکنم این کلاس رد میپره. فقط مصرف تست داره که شما میتونید این کار رو انجام بدید. مدل دوم که میتونید این کار رو انجام بدید استفاده از گزینه Edit Attribute است. اگر من روی یه تگی کلیک راست کنم Edit Attribute بزنم میتونم اون اتریبیوت مورد نظرم رو ادیت بکنم. الان همین کلاس ردی که اضافه کرده بودم و من میتونم اینجا حذفش بکنم. حالا اگر بخوام یه اتریبیوتی بهش اضافه بکنم به عنوان مثلا این تگ الان کلاس داره، من میخوام یه آیدی هم بهش اضافه بکنم. اگر بخوام این کارو بکنم باز کلیک راست میکنم اد اتریبیوت میزنم. حالا اینجا میتونم یه به عنوان مثلا یه آیدی جدید بهش اضافه بکنم. حالا فرض کنیم که آیدی رد رو من بهش اضافه بکنم. همونطور که میبینید آیدی اضافه شده به صفحه و
به این شکل خیلی راحت میتونم اتریبیوت اضافه بکنم یا ادیت بکنم. حالا چیز دیگه که در دسترسمون هست و میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم این است که شما امکان داره بعضی موقع بخواید ساختار HTML رو به شکل موقتی ادیت بکنید. یعنی مثلا میخواید این زیر یه دیویژنی اضافه بکنید که توش یه متن کوچولویی نوشته شده باشه داخل همین دیویژنی که الان اینجا دارید. ما میخوایم داخل این دیویژن یه تگ h3 داریم، یه تگ div با کلاس اسلایدر داریم. حالا میخوایم این زیر یه تگ دیگه اضافه بکنیم. رو والدش کلیک راست میکنیم و گزینه edit از HTML رو میزنیم. همینطور که میبینید الان داخل اینسپکتور ما کل کد اون قسمت نمایش داده میشه و ما میتونیم به عنوان مثال یه تگ اینجا اضافه بکنیم کلاس، به عنوان مثال کلاسی براش در نظر بگیریم تکست، یه متنی رو داخلش بنویسیم. متن برای تست اضافه شده است و این تگ دیویژن رو میبندیم و یه جایی کلیک میکنیم. همونطور که میبینید الان اون تگ ما به صفحه اضافه شده و حتی میتونیم اینسپکتش هم بکنیم. ببینید یه دیویژن اینجا اضافه شده که متن مورد نظر ما توش هست. شما به این شکل میتونید متن داخل صفحتون رو ادیت هم بکنید برای مقاصد تست. مثلا یه چیز اینجا میخواید اضافه بکنید یا حتی یه چیزی میخواید حذف بکنید، به این شکل میتونید عمل بکنید. یعنی میتونید ادیتش بکنید بعد کلا محتوای مثلا متنیشو حذف بکنید، تگی رو حذف بکنید، هر کاری بخواید انجام بدید اینجا میتونید انجام بدید. گزینه بعدی که در دسترستون هست کپی از HTML هست. به عنوان مثال شما الان اینجا این استراکچر رو داخل صفحه دارید، اینو بخواید کپی بکنید ببرید جای دیگه استفاده بکنید، فقط کافی روش کلیک بکنید کپی از HTML بزنید و حالا مثلا داخل دریم ویور هر نرم افزار دیگه این کد رو میخواید استفاده بکنید، اگر پیست بزنید دقیقاً همون استراکچری که داخل صفحه کل کدایی که اونجا موجود بود بین اون تگ رو برای شما میگیره و شما میتونید ببرید جای دیگه ازش استفاده بکنید. این هم خیلی استفاده داره موقعی که میخواید یه استراکچر از توی طرحتون بردارید و برای جای دیگه ازش استفاده بکنید. گزینه بعدی کپی XPath هست. XPath یه سری سلکتر هستش که توی XML استفاده میشه، زیاد به درد کار طراحی نمیخوره. اگر بخواید جایی تو برنامه‌نویسی XML ازش استفاده بکنید میتونید از این استفاده بکنید. توضیحات کاملش رو میتونید تو سایت W3C بخونید تو این مسیر که XPath Language چی هست. به عنوان مثال همین اینجا من اگر بخوام این چیزی که اینجا داشتم رو فرض بگید که من برم داخلش و بخوام XPath این رو سلکت بکنم، روش کلیک راست میکنم، کپی XPath میزنم و حالا اگر پیستش بکنم اینجا یه استراکچر به این شکل شما میبینید که این حالا توی XPath و XML استفاده داره و میتونید اونجا ازش استفاده بکنید. بعضی موقع شما احتیاج دارید که یه چیزی از داخل صفحه حذف بکنید. فرضاً الان این چیزی که من اینجا اضافه کردم، این متنی که اینجا اضافه شده، من میخوام حذفش کنم، چیزی بود که اضافه بود. روش کلیک راست اگر بکنید دیلیت نود رو بزنید اون چیزی که اضافه کرده بودیم کامل حذف میشه. حالا اگه بخوام کل اینو حذف کنم، سوا اینکه میتونید از گزینه دیلیت نود استفاده از دکمه کلید دیلیت روی کیبوردتون هم میتونید استفاده بکنید که بخواید یه سکشنی کامل حذف کنید. اگه من الان اینو هایلایتش بکنم این دیویژن رو، دکمه دیلیت رو بزنم، کلا این دیویژن از اینجا حذف میشه و اگر کنترل زد بزنم میتونم یه مرحله برگردم به عقب و اون چیزی که حذف کردم و باز دوباره ببینم. حالا یه چیزی در کنار این هست، میخوام اینو حذف کنم، روش کلیک راست میکنم دیلیت نود میزنم که همینطور که میبینید قسمت کامل حذف میشه و اگر من باز کنترل زد بزنم میتونم برش گردونم به حالت قبلی. گزینه بعدی که در دسترستون است بریکان هست. بریکان برای کسانی که جاوا اسکریپت می نویسن و میخوان، به عنوان مثال من اینجا یه طرحی دارم، حالا میخوام ببینم که عملکرد کد جاوا اسکریپت روی این تگ ها به چه شکل است که این چرخ و فلک رو ایجاد کرده. من اگر اینو اینسپکت بکنم، اینجا یه سری ال دارم که موقعی که روی هر کدوم اینا که کلیک میکنم این ال یا استراکچرشون عوض میشه و اتریبیوت هایی که ما اینجا داریم عوض میشن.
موقع که این الایه دارم روی اینا که کلیک میکنم پوزیشن مربوط به اون اتریبیوت ها تغییر میکنه و اون به اصطلاح افکت رو من میبینم. حالا میخوام اینجا میتونم از بریکان استفاده کنم، بگم هر موقع جاوا اسکریپت یه اتریبیوت رو مادیفای کرد و تغییرش داد، کد صبر بکنه و من نشون بده که چه سکشن از کد جاوا اسکریپت روی این اثر گذاشته. اگر اتریبیوت مودیفیکیشن رو تیک بزنم، به محضی که روی هر کدوم از اینا کلیک بکنم میپریم تو کد جاوا اسکریپتمون و اینجا کامل واسه من توضیح میده که کدوم فانکشن بوده که الان روی این الایه اثر گذاشته و از کدوم فایل جاوا اسکریپت اومده. این به طور خاص به درد کسانی میخوره که به شکل حرفه‌ای جاوا اسکریپت مینویسن و زیاد برای کسی که کار طراحی انجام میده و جاوا اسکریپت دیولپر حرفه‌ای نیست شاید استفاده آنچنانی نداشته باشه. اینم گزینه بریکانی که حالا ما اینجا داشتیم. یه سری گزینه دیگه هم که حالا اینجا داریم مثل اسکرول اینتو ویو که من اینو توضیح دادم و ورد رپ هم مال موقعی است که شما داخل کدتون یه مثلا متن خیلی طولانی دارید، این زیر اسکرول میفته، اگر ورد رپ رو بزنید متنتون خطاش میشکنه و میاد زیر هم و از صفحه بیرون نمیزنه که شما مجبور باشید از اسکرول استفاده بکنید. تقریبا من تمامی قابلیتی که اینجا هست رو توضیح دادم غیر از فورس المنت که اون هم الان براتون توضیح میدم. شما موقعی که دارید کد HTML می نویسید با استفاده از CSS بعضی موقع یه سری کدها رو می نویسید که روی یه استیت خاصی فعال میشن. به عنوان مثال شما موقعی که ماوس رو روی یک المنتی میبرید به عنوان مثال یه منوی باز میشه. حالا شما خواهید این منو رو اینسپکت بکنید، داخلش رو ببینید، کدای اینو ببینید. خب من الان ماوسمو که کنار ببرم خود به خود بسته میشه. برای اینکه بخوام اینو باز نگه دارم، اینو موقعی که اینسپکتش میکنم این li رو روش کلیک راست میکنم میزنم force element state hover، یعنی موقعی که ماوس روش میره این استیت رو تو همین استیت نگهش دار، نبندش. اگر هاور رو بزنم این منوی من باز میمونه. حالا من میتونم زیر شاخه هاشو اینسپکت بکنم بدون که این منو بسته بشه و روش کار بکنم خیلی راحت. حالا استیت های دیگه ای هم داره که شما اونا رو هم میتونید فعال بکنید. به عنوان مثال من سوای اون که این تگی که اینجا داشتم هاور رو روش فورس کردم، سوایی میتونم اکتیو رو هم روش فورس بکنم. البته اینجا استیت اکتیوی براش تعریف نشده بود، ولی اگر تعریف شده باشه شما استیت رو هم باز میتونید ببینید. اگر فوکس رو هم من داشته باشم میتونید همه اینا رو داشته باشید و به این شکل اون المنت رو باز نگه دارید که بتونید روی بقیه اجزاش کار بکنید. این هم آخرین چیزی بود تو منوی کلیک راست در دسترس بود که شما میتونستید ازش استفاده بکنید که اون 4 تا وضعیتی اکتیو، هاور، فوکس و ویزیتد رو شما اینجا استفاده بکنید. و مورد آخری که میخوام براتون توضیح بدم و از این مبحث دیگه خارج بشیم مربوط میشه به هایلایت شدن عناصر داخل صفحه. من موقعی که یه المنت رو هایلایت میکنم شما اینجا با یه رنگ خاصی اون المنت رو میبینید. به عنوان مثلا این دیویژن، اون بخشی که به رنگ آبی هایلایت میشه یعنی محدوده مربوط به اون تگ مورد نظرمون، یعنی اون چیزی که داخل تگ قرار گرفته بدون احتساب پدینگ و مارجین و بوردر. چیزهایی که به رنگ سبز نمایش داده میشه به عنوان مثلا الان این دیویژنی که من روش هاور کردم داخل این کدم، اون بخشی که با رنگ سبز اینجا با رنگ آبی نمایش داده میشه خود محتوا رو نشون میده و اون قسمتی که با رنگ سبز دورش نمایش داده میشه مربوط میشه به هدینگی که من استفاده کردم. دور این محدوده سبز یه زرد هم میبینید، یه خط زرد میبینید، اون مربوط به بوردر میشه که حالا توضیح براتون میدم، هنوز به این پنل نرسیدیم. مربوط به بوردر میشه و اگر حالا من روی این دیویژن برم شما اینجا یه رنگ نارنجی بسیار روشن‌تر میبینید که این مربوط به مارجین میشه، یعنی کلا مارجین با رنگ نارنجی نمایش داده میشه، بوردرها به رنگ زرد نمایش داده میشه، پدینگ ها به رنگ سبز نمایش داده میشه. یعنی شما به این شکل دقیقا میتونید بفهمید که کدوم قسمت پدینگ هست داخل اون حالا عنصری که هاورش کردید. به عنوان مثلا مگه اینو اینسپکت بکنم شما میتونید ببینید که الان این عنصر فقط یه پدینگ دور خودش داره و یه پیکسل بوردر داره. و حالا اگر کل بادی صفحه رو من اینسپکت بکنم
همطور که میبینید هیچ چیزی نداره غیر از مارجینی که به سمت چپ و راستش اعمال شده. به این شکل هم شما دقیقا میتونید استراکچر صفحه رو بفهمید. تقریبا میشه گفت که هر چیزی که داخل این پنل در دسترس شما بود رو من توضیح دادم. یه سری چیزام اینجا بود که من توی ویدیوهای قبل براتون توضیح داده بودم که تقریبا مربوط به همین پنل میشه. دیگه اینجا ما چیزی نداریم که باشه و شما اطلاعاتی در موردش نداشته باشید. تو فیلم بعدی میخوایم در مورد پنل استایل براتون صحبت بکنیم.